به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت همه بیننده های تلویزیون ملی اسپورت. امیدوار هستم که صحت و سلامت و سر حال باشین. برنامه تمرین هست. ما جهت ثبت این برنامه به یکی از کلب های شهر کابل آمدیم تا برای شما از رشته ورزشی ژیمناستیک یک برنامه خوب و جذاب و دیدنی تهیه بکنیم. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلف میپردازیم. ابتدا می رویم تاریخچه را با هم تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. تاریخچه ژیمناستیک به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: ژیمناستیک هنری و ژیمناستیک ورزشی. ما بیشتر روی ژیمناستیک ورزشی میپردازیم. ژیمناستیک ورزشی در سال 1963 توسط فدراسیون بین المللی ژیمناستیک FIG به عنوان یک رشته ورزشی مستقل تأسیس شد. در این رشته ورزشکاران با استفاده از وسایل مانند توپ، روپوش، چرخ، کلوب و نیز اجرای حرکات بدنی بدون استفاده از وسایل به رقابت میپردازند. ژیمناستیک ورزشی از سال 1984 در المپیک حضور دارد و به عنوان یک رشته محبوب در سطح جهان شناخته می شود. تاریخچه ژیمناستیک در افغانستان. این ورزش برای بار نخست در سال 1286 توسط یک نفر مشاور نظامی به نام محمود سامی به افغانستان آورده شد. نامبرده استاد ژیمناستیک در بغداد بود که به افغانستان پناهنده شده بود. در سال 1288 که مکتب حربیه تأسیس گردید، ژیمناستیک شامل نصاب تدریسی گردید. در سال 1360 شاملنگ یکی از افسران اردو جهت تحصیلات تخصصی ژیمناستیک به کشور بلغاریا اعزام شد که بعد از بازگشت ایشان به تاریخ 10 دلو سال 1364 فدراسیون ژیمناستیک را رسما ایجاد و آغاز به فعالیت کرد. در سال 1365 فدراسیون ژیمناستیک عضویت فدراسیون بین المللی را به دست آورد. نخستین سفر ورزشکاران این رشته در سال 1366 با ترکیب 5 نفر به کشور قزاقستان بود. در سال 1396 مجمع عمومی فدراسیون با اشتراک نماینده های ولایتی در کابل برگزار شد و آقای عبدالجبار هوتک را به حیث رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب کردند که تا فعلا به حیث رئیس این فدراسیون پابرجاست و دستاوردهای خوبی در این زمینه دارد. امروز ژیمناستیک در افغانستان نه تنها به عنوان یک رشته ورزشی بلکه به عنوان ابزار رشد اخلاق، اعتماد به نفس و همبستگی میان جوانان و مردم شناخته می شود. بیننده‌های عزیز، تاریخچه را با هم تماشا کردیم. حالا صحبت می داشته باشیم با استاد و مربی رشته ژیمناستیک در رابطه با دستاوردها و فعالیت‌های این ورزش. از استاد کلاب سوال میکنیم. سلام استاد، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلامتین؟ خوب هستین جان، خیر سلامت باشین. سلامت باشین استاد. میشه بسیار کوتاه برای ما خود معرفی بکنید؟ محمد ظریف حسینی هستم، مربی ژیمناستیک و مسئول انجمن ABC ژیمناستیک. بسیار خوب. استاد، از چه زمانی شما به رشته ژیمناستیک روی آوردین و چه مدتی میشه که شما فعالیت داشتین در این ورزش؟ یک دوران ما مهاجر بودیم، پاکستان رفته بودیم. از پاکستان که آمدیم ژیمناستیک با استاد گلرحیم خیرخواه شروع کردیم. سن ما 13 ساله بود، فعلا 38 ساله هستم. به مدت 38 سال میشه که ما خیلی پس بلندی رو دیدیم، قله ها رو پشت سر گذاشتاندیم. ماشاءالله شاگردای قهرمانی تربیت کردیم. در عرصه ژیمناستیک به مدت 8 سال الا 12 سال ما با استاد خود استاد گلرحیم ما ژیمناستیک کار کردیم. در پهلوی استاد گلرحیم که ژیمناستیک کار کردیم، خب فعالیت‌های ژیمناستیک ما انجام دادیم. در افغانستان کوشش کردیم که خدمت بیشتر به مردم جامعه و افغانستان کنیم. رشته ژیمناستیک تنها یک بخش است یا بخش‌های متفاوتی دارد؟ رشته ژیمناستیک بخش‌های متفاوت داره. ما فعلا روی 6 وسیله از این حتی متاسفانه کار نمیتونیم به خاطر که امکانات تجهیزات در افغانستان کم است. فعلا روی آکروباتیکش ما بیشتر تمرکز داریم. شما میبینید که اصلا اینجا معیار ژیمناستیکی نیست، سقف پایین است، اکویپمنت یا تجهیزات کم داریم. بازم بچه انگیزه داره، من اینا رو تشویق میکنم. استاد، ارتباط شما با فدراسیون ژیمناستیک چگونه است؟ ارتباط ما با فدراسیون ملی ژیمناستیک بسیار خوب است. کوشش میکنیم که با هم پیش بریم. از این نقطه‌ای که ما هستیم در فدراسیون ژیمناستیک با ورزشکارا هستیم، میخواهیم که ورزش ژیمناستیک در افغانستان تغییر بدیم، موفق شویم که مسابقات آسیایی، جهانی و حتی در المپیک باید راه پیدا کنیم که امیدوار هستم کسایی که در این رابطه گپای مرا گوش میکنه یک وطن دوست باشه که ورزشکارای ما را
از این حالت در قله های بلند باید برسانه. استاد تشکر زیاد که استاد برای ما وقت گذاشتین. از شما تشکر میکنیم. قربانتان بخیر باشین. شما خوش آمدید. سلامت باشید. بیننده های عزیز، صحبت ما را با استاد و مربی کلب ژیمناستیک شنیدین و تماشا کردین. حالا می رویم صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی. پیش از اینکه با چهره های ورزشی صحبت داشته باشیم، یک وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم در حضور شما. حرکت عبدالله چاکی که تبدیل به امتیاز میکنه. شروع بسیار خوب ضربات پیهم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. باز هم خوش آمدید. صحبت های استاد را با هم شنیدیم. حالا در رابطه با رشته ژیمناستیک ما می‌خواهیم از جوانان ورزشکار صحبت بکنیم، ببینیم چقدر اینها علاقمند به رشته ژیمناستیک هستند و در کنار ما یکی از جوانای بسیار عالی و جوان خیلی علاقمند به رشته ژیمناستیک قرار داره. ابتدا کوتاه خودم معرفی می‌داشته باشه برای ما. به نام خدا، محمد جواد فیضی هستم، یک تن از عضو انجمن ABC ژیمناستیک که در عرصه ژیمناستیک در شهر کابل و همچنین در افغانستان فعالیت دارم. ما پیام ما برای همقطرای ما، همسنیم و همچنین برای مردم ما، برای مردم کشور ما است که همیشه ورزش کنیم و فرهنگ ورزش را در میان مردم رواج بدیم و گسترش بدیم که و مردم زیادتر روی ورزش روی بیاورن و ورزش کنن، چون ورزش یکی از بهترین چیزهای میتواند در زندگی یک انسان باشه. استاد تشکر زیاد. ما در کنار خود یکی از ورزشکارهای دیگر را با خود داریم. در رابطه با برنامه‌های ورزشی که اینها چی مدت و چه زمانی بر رشته ژیمناستیک روی آوردن صحبت میکنیم با ایشان که اینها چه دستاوردها و چه فعالیت‌های در رابطه با رشته ژیمناستیک داشتن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ذکی رسولی هستم و مدت 6 سال میشه که ژیمناستیک تمرین میکنم و همچنان علاقه ما از وقتی شروع شد، وقتی که چند نفر یا چند افراد که در روی سرک حرکت میزدن و ما خیلی خوش آمد از حرکت ها و از وقت میخواستم که ژیمناستیک تمرین کنم و همین باعث شد که اشتیاق ما بالا بره و تصاویر که کسب کردم هم به من انگیزه داد. شما را کی علاقمند ساخت که بیاین رشته ورزشی ژیمناستیک را شروع بکنید و کی حمایت میکنه شما را در این زمینه؟ خب از پدر و مادر مرا حمایت میکنه و انگیزه که برادر مهدی رسولی انگیزه که او به من داد، این باعث شد که من در این رشته خیلی مهارت زیاد پیدا کنم. همین. بسیار تشکر زیاد از این قهرمان که در رابطه با ژیمناستیک معلومات دادن و همچنان اینا توانستن که برای ما یک معلومات خوب ارائه بکنن. حالا در کنار خود یکی از ورزشکاران دیگر را با خود داریم. در رابطه با برنامه‌های زندگی و روزمره‌اش ازش سوال میکنیم که ببینیم این چه دستاوردها داشته و چه چالش‌هایی دارد در زمینه ورزش و همچنان در زمینه رشته ورزشی ژیمناستیک. سلام قهرمان، چیال داری؟ خوب هستین؟ سلامتن؟ میشه بسیار کوتاه خود برای بیننده های ما به معرفی بگیرین. به نام خدا، اولتر از همه سلام به شما بیننده های عزیزتان. احمدضیا حیدری هستم، یک تن از اعضای انجمن ABC ژیمناستیک. بسیار خوب. حیدری صاحب، چه زمانی میشه که شما بر رشته ژیمناستیک روی آوردین و چه دستاوردهایی در این زمینه داشتین؟ در حدود 4 سال میشه که می رشته را تمرین میکنم و در مسابقات همی زونها و مسابقات بین کلاب ها دیگه در منتخب ازی بخش اکروبات بخش های زیادی داره که 6 وسیله است. بخش اکروبات ازی مقام اول گرفته. بسیار خوب، تبریک میگیم که شما مقام اول گرفتین در بخش اکروبات ژیمناستیک. خیلی یک دستاورد بزرگ است. شما مسابقات در داخل کلاب باشه برگزار میکنین یا خیر در هر هفته یا در هر ماهی که شما را آماده بسازه؟ خب این مسابقات که است باید که باشد همون طبق روالش باید همی حدودا در سال یک مسابقه منتخب است که بعد از اون مسابقات تیم ملی است، ولی باید همین مسابقات بین کلابی هم باشه تا بعضی کسایی که تازه هستن جذب کنه و ما کوشش میکنیم همین مسابقات برگزار کنیم.
بسیار خوب. شما پیامتان برای همقطارای خود، برای کسایی که جوان هستند مثل شما بیان ورزش کنند چیست که چی پیام دارین و اینا باید ورزش بکنن یا خیر یا در برنامه‌های روزانه خود از ورزش استفاده بکنن تا صحتمند و سری حال باشن؟ خب امی ورزش که است فرهنگی خیلی خوب است، امی انسان توانمند میسازه و امی باعث میشه که بیشتر امی از امی زیادتر در سمت شفاخانه ها و پیش دکتر رفتن جلوگیری کنه و امی پیام از ما امی مردمی از ما هموطنانی از ما است که کوشش کنم امی حتی امی شده حدود 10 دقیقه در روز داخل خانه یا بیرون قدم بزنن یا دویش کنن که برای صحتشون خیلی مهم است. بسیار تشکر زیاد از اینکه شما وقت گذاشتین برای ما. بیننده های عزیز صحبت های ما را با چهره های ورزشی شنیدین. حالا می رویم در این قسمت برنامه تمرینات شاگردان را با استاد می بینیم. خیلی خوب. پا پشت سر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بغل. 1 2 3 4 5 6. داخل. 1 2 3 4 5 6. بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پا پیش رو. 1 2 3 4 5 6 7. دستا کمر. 8 9 10. خیلی خوب. پا پیش رو پشت سر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باز بسته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. رقص کمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دستا بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هر دو دست. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دستا روی زمین. روی خط. روی خط. خط. پا پیش رو پشت سر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. حرکت بعدی کانگورو. برین 1. این حرکت گرمکاری است. حرکت کانگورو است. کانگورو این حرکت از یک حیوان استرالایی گرفته شده. بسیار جالب است. همیشه وقت ما در تمرین خود میره انجام میتیم. با تعداد 10-12 دانه فعلا کفایت میکنه. میریم روی حرکت بعدی. حرکت بعدی روی اون طرف پروانه بزنید. برین 1 2 3. نام انگلیسی از این حرکت جامپینگ جگ است. بسیار یک حرکت معروف، یک حرکت که هر کس انجام داده میتونه. این حرکت زیاد سخت هم نیست. کسایی که سنش بالا باشه پایین باشه میتونه این حرکت انجام بده. یا مربوط گرمکاری میشه. بسیار یک حرکت خوب است. ساده است. زود فهم است. بسیار عالی. حرکت بعدی رویتان طرف از ما جمپ. بسیار خوب. حرکت بعدی ما پایک. پوشاپ نه، سینه کشی میریم. پوشاپ خالی. بریم. دستا روی خط. روی خط. حرکت ساده. برین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. کفایت میکنه این حرکت. 12 به تعداد 12 دانه بریم کفایت میکنه. این حرکت شامل گرمکاری میشه. ما خودم روی از این حرکت مطالعه کردیم. بسیار البته مقدمه را باز خلاص کنیم. میتونیم سینه کشی بریم به خاطر گرمکاری. پوشاپ یا سینه کشی حرکت گرمکاری است. ما میتونیم در گرمکاری خود استفاده کنیم. بسیار حرکتی است که ساخت و ساز بدن ما و شما را بالا میبره. این حرکت بعد از مقدمه یعنی بعد از حرکات مفاصل گرمکاری شد. بعد انجام دادن میتونیم. ما میریم روی حرکت بعدی. زیاد وقت نداریم. حرکت بعدی در هر شماره که ما بر شما میگم حرکت کمان میزنید. خود کمان میکنید. آماده. در هر شماره یک. آفرین. دستایتان صاف. خوب کش شوید. 2
3 4 5 6 7 8 9 جمع بیکار نباشید بچه ها. جمع رویتان اون طرف پروانه جمپی برین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رویتانی طرف جمپ ساده. خب حرکت پروانه رو ما به شکل داینامیک انجام دادیم. داینامیک یعنی حرکت جست و خیز جنبشی. این حرکت برای متابولیسم بدن یعنی ساخت و ساز بدن ما را خیلی زیاد میکنه. بسیار یک حرکت پرفشار است که کسایی که جوان است نوجوان است میتونه بیشتر از این حرکت سود ببره فایده بکنه. یک حرکتی است که آدم شاد جوان نگاه میکنه. شما دوستای عزیز میتونید که حرکت انجام بدید، اما بعد از گرمکاری باید انجام شود. در عین گرمکاری هم میشه انجام شد. اگر یخ بدن باشه مفاصل گرم نباشه حرکت مضر است، انجام ندید. خیلی خوب. حرکت بعدی بچه‌ها ما تمرین کوتاه‌تر میگیریم. تعداد شماره ها را که من میگم شما حرکات با شکل سردکاری کار میکنین. صحیح است؟ آماده حرکات اصلی میشیم. آماده. شماره 1 توجه باش. 1 قبلا انجام داده بودیم او شما. آماده باشید. البته یک نمایش کوتاه است. خب به شکل کش ما انجام میدیم. شاگردا را توصیه کردیم که حرکات هم میتونید همیشه انجام بدید. 2 3 4 5 ماشاءالله. نوک پایتان کش. 6 7 8 9 10 11 ماشاءالله. حرکت LC است. البته این حرکت خیلی معروف است روی دنیا. حرکت LC خیلی فایده خیلی خوبی هم داره. تمام عضلات بدن در بر میگیره. شماره چند بود بچه ها؟ 12 حرکت جفتی است. این حرکت کسایی که جمناست باشه این حرکت میفهمه، یعنی کار کرده. خیلی مفید است برای ترایسپ یعنی عضلات پشت بازو است، برای کیف بدن است. نوک پایتان کش سیگنال های بدن یعنی وصل میکنه برای نرو سیستم است. نرو سیستم بدن آدم یعنی باهوش میسازه. خب شماره 13 14 خب یام حرکت برچ یا پول است که شاگردان انجام میده. دوستای عزیز حرکات گرمکاری ما تمام شده. میریم روی حرکات اصلی، قسمت اصلی میریم. نمایشات ژیمناستیک تقدیمتان میکنم. امیدوار هستم که خوشتان بیاید. از کودکا شروع میکنیم. ببینیم که اینا چی کار میکنه. شماره 1 ماشاءالله. السید نوک پنجه کش ماشاءالله عالی. 2 آفرین. وی ماشاءالله آفرین. 1 وی سید عالی بود بچه ها ماشاءالله عالی. برین در جایتان قرار بگیرید. از نونهالا ما خلاص شدیم. نمایش دیدیم. میریم روی جوانای برومند افغانستان. میریم که چی حرکت میزنه براتان. از ژیمناستیک احمدزیا جان شروع کن. هند اسپرینگ فیش بسیار عالی ماشاءالله بسیار عالی. 2 فلیپ یک زاویه زد بسیار عالی ماشاءالله جواد جان. بازم فلیپ سلطه رنده سلطه ماشاءالله عالی بود آفرین. رنده فلک آفرین خیلی خوب ماشاءالله. رنده فلک ماشاءالله کفایت میکنه آفرین. ده خب
آفرین. بس عالی بود ماشاءالله. قسمت حرکت بعدی باز شما بیایید استپ متوسط بزنید. خلاص دوستای عزیز، ما این حرکات میزنیم نظر به تجهیزات، نظر به جایی که ما قرار داریم. متاسفانه سخت پایین است اینجا. بسیار عالی، بسیار عالی ماشاءالله جواد جان، عالی بود، بسیار عالی. آفرین، خیلی خوب، آفرین، خیلی خوب. باز بیاین سطح دیگه خود انجام بدین. خیلی خوب ماشاءالله، عالی بود. حرکت برمه، البته یک چرخ بودک ماشاءالله. بازم برمه. دوستای عزیز، قسمی که شما مشاهده کردید حرکت قبلی ما آکروبات بود، حرکت بعدی ما خرگ است. خرگ البته نام بین‌المللی است، مشروم. شاگردا انجام میده براتان که با حرکت خرگ شما آشنا شوید. ماشاءالله عالی. زکی جان یکی از قهرمانای ژیمناستیک جوانان افغانستان است. در مسابقاتی که اشتراک کرده بود بسیار عالی درخشید. دیگه نفر بعدی جواد جان است. جواد جان قهرمان اکروبات است. همچنان جواد جان حرکت انجام بتیقند، جفتی بزن. بازم حرکت جفتی رو تکرار میکنه. ماشاءالله عالی، آفرین. این حرکت جفتی اسپیندل است. اسپیندل کمی سخت‌تر است، یعنی اسپیندل به این معنی است که دست چنج میکنی، در یک جای قرار نمیتی. بیشتر روی نروس سیستم و سیگنال های بدن قرار داره که حرکت باید شاگرد انجام بده. خیلی در ژیمناستیک مهم است. روی کیپا باید یک ژیمناست کار کنه که تا این حرکات به دست بیاره. حرکت بعدی، خب دوستای عزیز، حرکت ویت میل گرچه در مسابقات فلور انجام نمیشه، خب این در مسابقات المپیک فعلا در کداپاین نیست. احمدزیا جان انجام میده چون زیباست. احمدزیا برو شروع کن. اسمی از این حرکت ویت میل است. بسیار یک حرکت قشنگ است. البته در المپیکی که قبلا استفاده شده ولیکن فعلا استفاده نمیشه. حرکت بعدی فلیر است. جواد جان با زکی جان انجام میده. ببینیم که این حرکات نشان دهنده اکروباتیک افغانستان و قدرت جوانای افغانستان برای ما نشان میده. بسیار عالی ماشاءالله. زکی جان روی حلقه قرار داره. روی حلقه حرکات مکسی داریم ما. حرکات قدرتی باید از فلکسیبیلیتی بالای برخوردار باشه. یک ژیمناست زکی جان میتونه یک از او فرد باشه. بسیار عالی ماشاءالله، آفرین، خیلی خوب، عالی ماشاءالله، بسیار عالی ماشاءالله، آفرین. میلاد جان ماشاءالله، میلاد هم از فیزیک خوبی بالای برخوردار است. حرکت السیت توسط میلاد جان انجام شد. بازم حرکت السیت به شکل اسپلایت دیگه طرف. بسیار عالی. حرکت السیت دوباره. حرکت پلانچ ماشاءالله، بسیار عالی. خب یک فرد پیشتر گفتیم که هر ورزش میتونه از کلستنیک به طور اساسی استفاده بکنه به خاطر اینکه قدرت بالایی به دست بیاره. علیرضا مای دوم تکمیل نکرده. ماشاءالله بسیار استعداد عالی داره. قابل تقدیر است که ما علیرضا جان رو تشویق بکنیم. یک تن از ورزشکار موفق و قدرتمند کلاب ما هستند. مای دومش هسته. ماشاءالله، عالی، آفرین. علاقمندان ورزش تمرینات و نمایشات رشته ورزشی ژیمناستیک را که از طرف استاد و شاگردان به نمایش گذاشته شد با هم تماشا کردیم. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با تغذیه ورزشکاران صحبت میکنیم که پیش از تمرین و بعد از تمرین ورزشکاران چگونه غذا استفاده بکنند.
ورزشکارا قبل از تمرین خود یک غذای خوب، یک غذای سبک باید بخورن یا بنوشند. دیگه بعد از تمرین خود اینا میتونه یک غذای ثقیل استفاده کنه مانند پروتئین، گوشت. دیگه انواع کربوهیدرات کوشش کنه کم استفاده بکنن به خاطر که چابکی خود حفظ بکنن. دیگه انواع پروتئین ها را باید اینا بیشتر استفاده بکنن چون عضلات ما بیشتر درگیر در پروتئین ها هستند. باز مینرال های دیگه است در بین تمرین میتونه اینا از شیر استفاده کنه. شیر خیلی یک گزینه خوب است برای ورزشکارا، کالری خوبی داره. اگر احیانا اقتصادشان خوبتر باشه میتونه از یک قاشق عسل در بین شیر استفاده بکنن، خیلی خوب است. یک جوس طبیعی، یک جوس بسیار مفید. دیگه امیدوار هستم که از جوسای گازدار خودداری بکنن، از آب معدنی که افغانستان ما و شما ماشاءالله آب معدنی خوبی داره از او استفاده بکنم. همین قدر کفایت میکنه برشان. گرچه اگر بخوایم که به طور حرفه‌ای یا به طور مسلکی اینا رژیم غذایی داشته باشن، خب برنامه خاصی باید داشته باشن. مثلا 3 ساعت قبل از تمرین اینا یک چیز خوبی خورده باشن، 3 ساعت بعد از تمرین تا که بدن خود در حالت عادی قرار بده. بعد میتونه اینا 3 ساعت بعد از تمرین یک غذای متنوع، یک غذای سرشار از پروتئین کفایت میکنه. میقدر که در مورد رژیم غذایی بفهمند خوب هستند. کربوهیدراتش منظم باشه، پروتئینش منظم باشه، کالریایی که اینا استفاده میکنه مصرف میکنه پس دوباره به دست بیاره، اینا منظم باشه، ان شاء الله آسیب نبینه. بسیار تشکر زیاد استاد. در آخر ما یک پیام کوتاه شما را در رابطه با ورزش و جامعه ورزشی افغانستان میخوایم داشته باشیم. چی رقم برای شما بگیم؟ ورزش سفیر صلح افغانستان است. همه ایتان ورزش بکنید. ورزش یک امیدواری بیشمار است. بسیار تشکر زیاد استاد. در رابطه با تغذیه ورزشکاران ما حرفهای استاد شنیدیم. این بود داشته های برنامه تمرین که این هفته تقدیم حضور شما شد. شما را تا هفته آینده به الله متعال میسپاریم.